به نام خدا. درس 93. He speaks English very well. Word order 1. Verb plus object. Sue reads a newspaper every day. سو هر روز یه روزنامه میخونه. در درس‌های گذشته با هم کار کردیم که در این قسمت subject رو داریم. reads verb هست و newspaper وسیله‌ای که کار روش انجام میشه object هست. بنابراین از اونجایی که موضوع درس امروزمون هم word order هست، یعنی نحوه چینش کلمات هست در جمله، باید بگیم که subject، verb و object ساختاری هست که در زبان انگلیسی کاربرد داره. subject، verb، object یعنی فاعل، فعل و مفعول رو در انگلیسی پشت سر هم داریم و بعد از اون هم قید زمان رو آورده. The verb reads and the object a newspaper are usually together. فعل میخواند و مفعول روزنامه معمولاً با هم هستن. ما میگیم She reads a newspaper every day. اون یه روزنامه میخونه هر روز. و این ساختار اشتباه. سو سابجکت، فاعل، مرور میکنیم، یعنی کسی که کار رو انجام میده. A newspaper وسیله‌ای که کار روش انجام میشه، object مفعوله و کاری که داره انجام میده الان خواندن هست. reads خواندن verb میشه. قسمت پایین verb plus object فعل به علاوه مفعول. He speaks English very well. اون انگلیسی رو به خوبی صحبت میکنه. خیلی خوب صحبت میکنه. فعل و object مفعول. I like Italian food very much. I like فعل، من دوست دارم. چی رو دوست دارم؟ مفعول رو. Italian food پشت سر هم آوردیمشون. Did you watch television all evening? آیا تلویزیون تماشا میکردی تمام طول عصر رو؟ watch تماشا کردن فعل، بعدش چی رو؟ تلویزیون مفعول. Paul often wears a black hat. پال اغلب یک کلاه سیاه میپوشه. We invited a lot of people to the party. ما آدمای زیادی رو به مهمانی دعوت کردیم. We invited فعل هست و بعد از اون باید مفعول بیاریم. کسایی که دعوت شدن a lot of people بودن. I opened the door slowly. من باز کردم چی رو؟ در رو. پس در مفعول هست. I opened the door slowly. slowly هم اینجا قید هست. به آرامی. Why do you always make the same mistake? چرا تو همیشه یک اشتباه رو مرتکب میشی؟ Make the same mistake. The same mistake objectش هست. I'm going to borrow. قصد دارم که قرض بگیرم. Some money from the bank. کمی پول از بانک. قرض گرفتن چه چیزی رو؟ Some money. مفعول object. قسمت B. Where and when. کجا و چه زمانی. گفتیم که بعد از ساختار subject verb object باید بعدش قید رو بیاریم. حالا قید مکان و زمان رو باید بعد از اینها بیاریم. We went to a party last night. به کجا رفتیم؟ To a party. Where و کی چه زمانی؟ Last night. پس قید مکان و بعدش زمان. Place مکان یا کجایی where is usually before time یعنی when. قید مکان معمولا قبل از زمان قرار میگیره. ما میگیم We went to a party last night و به این ساختار اشتباه توجه نکنید. همیشه اول مکان و بعد زمان. مثال هایی رو در باکس پایین داریم. مکان، زمان، کجایی where و چه زمانی، چه مدتی، هر چند وقت یه بار. Lisa walks to work every day. لیزا
پیاده میره به کجا؟ To work. به مکان کارش. K. Every day. زمان. پس مکان زمان. Will you be at home this evening? آیا امروز عصر در خانه خواهی بود؟ مکان زمان. I usually go to bed early. معمولاً زود به رخت خواب میرم. مکان زمان. We arrived at the airport at 7 o'clock. ما در ساعت 7 به فرودگاه رسیدیم. اول قید مکان place at the airport و at 7 o'clock برای زمان. They've lived in the same house for 20 years. اونها در یک خونه به مدت 20 سال زندگی کردند. مکان زمان. Joe's father has been in hospital since June. پدر جو از ماه ژوئن در بیمارستان بوده.